آیا تا به حال به این فکر کرده اید که جهان چه رازهایی را در خود نگه می دارد و واقعاً چقدر وسیع است؟ تلسکوپ فضایی جیمز وب، شگفتی فناوری مدرن، از زمان پرتابش در اواخر سال 2021 میلادی در حال کاوش در کیهان و افشای اسرار آن بوده است. تلسکوپ فضایی جیمز وب در اولین سال فعالیت خود مرزهای دانش انسان را جابجا کرد و کهکشان‌های جدیدی را بسیار فراتر از کهکشان ما کشف کرد. این کهکشان‌ها با توده‌های چرخان ستاره‌ها، گاز و غبار نگاهی اجمالی به شگفتی‌های بیشمار جهان به ما ارائه کردند. هر کهکشان جدید کشف شده به عنوان شاهدی بر عظمت مطلق کیهان و پتانسیل بی‌حد و حصری برای کشف است که ارائه می‌دهد. وقتی وارد دومین سال کار تلسکوپ شدیم، این تلسکوپ نگاهش را به خانه نزدیکتر کرد و مجموعی از سیارات فراخورشیدی را کشف کرد که به دور ستارگان خارج از منظومه شمسی ما میچرخند. این اکتشافات به ما بینش عمیقی در مورد شکلگیری سیارات داده است و شروع به پاسخ دادن به سوالاتی در مورد پتانسیل حیات فراتر از زمین کرده است. هر سیاره جدیدی که کشف می شود، دنیای جدیدی را برای کاوش و مطالعه ارائه می دهد و درک ما از جهان را بیشتر گسترش می دهد. اکتشافات انجام شده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب نه تنها به دانش ما در مورد کیهان افزوده است، بلکه اساساً درک ما را از آن تغییر داده است. این اکتشافات سوالات جدیدی را برای دانشمندان مطرح کرده است و راه‌های جدیدی برای اکتشاف و مطالعه ارائه نموده است. همانطور که ما عمیق‌تر به اسرار کیهان می‌پردازیم، از شما دعوت می‌کنیم در این سفر اکتشافی به ما بپیوندید. این ویدئو را با کسانی که کنجکاوی و شگفتی شما را در مورد جهان به اشتراک می‌گذارند به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از آخرین اکتشافات و ادامه کاوش در کیهان وسیع با ما در کانال ما مشترک شوید. ما با هم می‌توانیم مرزهای درک خود را بشکنیم و اسرار جهان را کشف کنیم. دانش تا همیشه.